عمل بینی 5 الی 60 میلیونه. کامپوزیت دندون 60 الی 70 میلیونه. پروتز سینه 80 الی 90 میلیونه. لیپوماتیک زیر دست دکتر مبتدی 100 میلیونه. تزریق فیلر و زاویه سازی صورت هم کم کم 20 الی 30 میلیونه. اینا رو سر جمع حساب کنی 500 تومانی در میاد ازش. داری بدی؟ بسم الله. نداری؟ انقدر گوه عملیه رو نخور. فرموشی رو اصالت چی؟ اونم میخوای دانلود کنی یا میخوای عمل کنی؟ لعنتی خط چشت تا پس فردا کشیدی؟ اون یکی خط چشت داره شمال جنوب به ما نشون میده. فاصله چونت تا گوشت با اسنپ 80 تومنه. ابروهات هم که شبیه خط ترمز نیسان تو سرپاینیه. دماغ بدبخت یه بار دیگه عمل کنی یه مش خاطره ازش میمونه. این همه عمل کردی تازه شدی شبیه باسن گوریل. بعد میگه دارید عمل کنی. بدبخت تازه ظاهرتو کردی. این باطن شبیه کوچه بنبستیه که تش ریدن. آدم سه‌شنبه تو رو ببینه غمباد جمعه میافته به دلش. انرژی کلیپات شبیه شنبه اول مهره. بیرون رفتنی شورت بکش سرت بابا.